شیطانا انسی را میشناسه چی وسوسه میکنه؟ وابی فکرت باشه که گمراهت میکنه. به هزارها نفر توسط همین کلمه از ترجمه قرآن محروم است یا نه؟ دوم وابیست مذهب قبول نداره. خب باز تو عوام خود سری مذهب وحی آسمانی میشماری یا نه؟ فخرام سرش میکنی مذهب کی قبول نداره که ملکم شو برو من در قصیش نیستم که مذهب قبول نداره. وسوسه ها را خوب ببینه. باز چی وسوسه میکنه؟ این دعوالیش است، این همون قسط اولیش است، این در قسطای دیگه باز شما را در دیگه طرف میبره. این را وسوسه ها میگه نمیگه. دعوتگر حق در مقابل دسیسه میکنه. این خو وسوسه در شماست. وسوسه جمع میکنه ملاهای خورده. خبر داری؟ اگه این ملا را موقع دادی، اگه صدقه فطر دیدی اینه، اگه الاسقاط دیدی اینه، اگه ختم دیدی اینه، کلی چیزها را سرطان بند میکنه. برید باز بشینه حالا خیر چی کنیم؟ حالا مشهور کنیشه حالا گپا را دایش جور کنه. تهمت باز میره که دل جماعت لنگی اینه کلان در کجا شش تا ریاست مساجد غیرت است. مولوی سبا کجا آمده؟ ولی اینجا یک مولوی پیدا شده ترجمه قرآن میکنه مردم گمراه کرد. رئیس مساجد همین قنه میگه که ترجمه قرآن میکنه باز مردم گمراه میشه. خیرت است. ولی ایره که دمی رویش نگیریم 4 سال بعد در کابل اگر نفی را بچشون ببینیم نفی باز هیچ نمیمانه. خب چی چاره کنیم؟ حالا بند کو در مساجد دیگه ترجمه نمیتونه مثلا سعی کنه این دسایس است. خب باز دیگه طرف از دیگه ناحیه این سعی کو چقدر نفرای امنیت نشسته می باشه شما را چی میگه خبر داری؟ نه حالی این را مانده اینی ورقا را توضیح میکنه، اینی کار اینی فلانی میکنه. بس دیگه این را دسایس میگه. از این دسیسه ها که کلگی متوجه باشه چی رای خلاصی داری؟ بگوی قل اعوذ برب الناس. ما به کی خدا تسلیم میکنیم؟ الله. کلیتان همگی ما پناه به پیش کی میبریم؟ الله. از کل شهرها پناه میبریم.